خدمات مرزبانی قرغیزستان خبر داد که نیروهای تاجیکستان ساعت 3 شب 4 ایون در یک منطقه علامت گذار نشده مرز در موضع اونجوبلوق تخمینا 1000 متر درونتر قلمرو قرغیزستان رفته در آنجا توسط کران یک کانتینر گذاشتند. در هزارات گفته میشد که در این موضع تجمع حربیان تاجیک سواره ماشین ها و زیرپوش های سبک دیده میشد و تنها ساعت 6 صبح 4 ایون جانب تاجیکستان از نزد کانتینر یگان 600 متر قفا رفتند. مرکز مطبوعات قشون‌های سرحدی کمیته امنیت ملی تاجیکستان در اظهارات جوابی ادعاهای مقامات قرغیزستان درباره گویا 1 کیلومتر به درون قلمرو قرغیزستان حرکت کردن مرزبانان تاجیک در مرز ناحیه لخش با ولایت اوش را رد کرد. مرزبانان تاجیک گفتند که عقبه شتی نیز یکی از قسم‌های باقی مانده تقسیم نشده در این منطقه به شمار می رود و از بس که در قطعه عقبه قرمیق پاسگاه سرحدی جمهوری قرغیزستان با انفراستراکچور لازمه تأسیس داده شده است، جایگیرشوی اخیر واحدهای مرزبانی تاجیکستان در خط موافقه شده سرحد دولتی تاجیکستان و قرغیزستان پرینسیپ پاریتت را در حفظ سرحد دولتی دو دولت همسایه تامین می نماید. از همین حال روز 4 ایون سفیر تاجیکستان در بشکک نظیرمت علیف را به وزارت خارجه قرغیزستان دعوت کرده به او در رابطه نوت اعتراضی سپردند. بشکک از تاجیکستان طلب کرده است که به خاطر راه ندادن به تشنج بیشتر وضع در مناطق مرزی بین دو کشور کانتینرهای گذاشته اش را از موضع اونجوبلوق بردارد و تکنیک و نیروهای حربی اعزام شده را عقب بکشد. در پاسخ وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به سفیر قرغیزستان ژنیش رستنبکوف را به حضور خوانده به او نوت اعتراضی سپرده است. مرز ناحیه جان اولای با ناحیه لخش که اکثر اهالیش را قرغیزا تشکیل میدهند یک قسمت نسبتاً آرامتر مرز تاجیکستان و قرغیزستان به شمار می رود. با گذشت قریب 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر طول مرز تاجیکستان با قرغیزستان تا امروز همگی 504 کیلومترش پررد تعیین و علامت گذاری شده است. در منطقه های بسته هر سر چند وقت بر اثر تقسیم آب، زمین، عبور غیر قانونی مرز و اختلافات قومی مناقشه ها رخ میدهند. خونین‌ترین مناقشه در مرز این دو کشور در پایان ماه اپریل سال 2021 رخ داد که در آن از جانب قرغیزستان 36 نفر کشته شده، 154 نفر جراحت برداشتند. تاجیکستان از کشته شدن 19 شهروندش و جراحت برداشتن 87 نفر خبر داد. هر دو جانب یکدیگر را در سر زدن مناقشه اخیر عیبدار میکنند.